خطر عمرباد محروم شدن یک وکیل دفاعی تاجیک از حق انکار اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان و سازمان ائتلاف ضد شکنجه را نگران کرده است. با وجود تلاش وکیلان دفاع و سازمان‌های حامی حقوق برای اثبات بیگناهی عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده ادوکات جوان، دادگاه او را در قلابی گناهکار دانسته 20,000 سومانی جریمه بست و آینده‌اش را نامعلوم گذاشت. در صورت حکم اجرا گرفتن قراری دادگاه، او دیگر نمی‌تواند به حیث ادوکات فعالیت کند. از آن جمله اگر نسبت او قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو هم که تطبیق شود و همین بعد حقوق فعالیت کردن رو همچون ادوکات ندارد. ما کوشش میکنیم چیزی که از ما وابسته است شکایت میکنیم تا زینه‌های بالای سودی رو عین زمان در همین حالت قرار دارد پرونده مذکور. برای به اعتبار کردن حکم دادگاه سینا، وکیل دفاع به دادگاه دوشنبه شکایت برده است. عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده 27 ساله 4 سال باز به حیث وکیل دفاع کار میکند. پرونده بر ضد او را ماموران آژانسی مبارزه با کروپسیا آغاز کردند و گفتند که به غیر قانونی گرفتن مبلغ از یک شهروند متهم می شود. اما عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده و 17 وکیل دفاع او این اتهام را رد کرده گفتند برعکس ماموران آژانسی عبدالرحمن‌زاده را شکنجه کردند. این حالت ما را نگران نموده است، زیرا که جوان است، جوانی با استعداد، با سواد است، ادوکات خیلی خوب فعال هست. دیگر اینکه نو بسته که بین این ادوکات ما و مشتری سازشنامه اویدی رساندن یاری حقوقی جای داشت، نو بسته از همین از جانب مقامات تفتیشات پیشه که برخلاف طلبات قانون نسبت اون کس پرونده آغاز کرده شده است. بعد تغییر قانون درباره ادوکاتورا در سال 2015 مثل این وکیل دفاع جوان در تاجیکستان چندین نفر از مقام ادوکاتی محروم شدند. طبق یک بند این قانون وکیلان دفاعی که جنایت میکنند و یا نسبتشان پرونده جنایی باز می شود تا آخر عمر دیگر حق ادوکاتی ندارند. سازمان‌های بین المللی و وکیلان مدافع از مقامات تاجیکستان خواستند که این بند قانون را بازنگری کنند. در این قانون محدودیت خوب کرده شدند که حتی اگر پرونده جنایتی نسبتش قطع شده باشد هم گرچند چی خیل جنایت می شود که 20 سال پیش 20 سال مقدم شخص با صدمه دچار شده نسبتش یک حکم ایبدار کنید برای صدمه باشد، این بندها گرفته شوند از قانون باید تغییر الهه در آورده شوند. سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. چند وکیل در کشور به زندان محکوم شدند و پرونده‌های آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. 2 سال پیش بعد از امتحان وزارت عدلیه تقریباً 1,500 وکیلان دفاع حق فعالیت را از دست دادند. در 4 سال اخیر بیش از 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند. این هم در کشوری که اهالی 9 میلیون نفری دارد. زرنگزی نوروزشاه، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.